من تحقیق دانشگاهم روی موضوع موزه هنرهای معاصر بود که به شیوه بادگیرهای یزد ساخته شده. این موزه رو کامران دیبا، پسر عموی فرح دیبا، شاهبانوی ایران در زمان پهلوی ساخته. این قسمت با مجسمه موزه است و پیش از این باز بوده. حالا میریم جلوتر، جالبتر هم میشه. به جز معماری بادگیرهای یزد که اینی که میبینید در واقع سقف موزه است و موزه زیر این سقف ها قرار داره، اون حالت دواری که در موزه دیدید از موزه گوگنهایم نیویورک تقلید شد. اینجا اسمش خیابان کارگره و یک زمانی متعلق به کارگرانی بوده که در اینجا کار میکردن و وقتی که خسته میشدند، کامران دیبا معتقد بوده که باید یک مکانی باشه برای استراحت اونها و اینجا رو میزنه. و بریم جلوتر، جالبتر میشه. نزدیک موزه فرش مقدار اگر دقت کرده باشید یه سری حوض‌ها هست که خود کامران دیبا در سخنرانیش گفته که اونها رو برای وضوء گذاشته که کارگران راحت وضوء بگیرن، و یک کعبه در موزه فرش که بریم جلو راجبش حرف. حوض‌هایی که در خصوصش حرف زدیم و فکر میکنم الان یه مدت باخشه بود، فکر میکنم که حالا الان آب نداره ولی یه مدت آب هم کرده بودن. و کعبه‌ای که در رابطه باهاش صحبت کردیم، این کعبه رو که کنار موزه فرش هم هست، کامران دیبا میسازه برای اینکه اقامه نماز انجام بدن و در واقع نشانی که از دمپایی ها روی زمینه نشان قبله است، سمت و سوی قبله رو نشون میده.